در ادامه نمایش امروزه تلویزیونی باورستان محفلی بهتر از دوست منظور شماست و چون همیشگی محفل برای آنهایی است که کتاب دوستند، کتاب خوانند و در بحث و مناظره ها با ما شریک شدن میخواهند. امروز ما باز به ادبیات جهان رو میبریم، انیخترش به ادبیات روس و با توصیه توق نویسندگان تاجیکستان یک حکایه خیلی مشهوری نویسنده روس ارکادی گایدار با نام سنگ تفسان را موردی بحث و مناظره قرار میدیم و در نمایش امروزه ما حضور دارند یک گروه خوانندگان فعال از مؤسسه تعلیمی رقم 60 شهر دوشنبه همراه معلمه لطافت عزیزه و همزمان چون همیشگی مشاوری نمایش ما هستند عزیز مدیر بخش ادبیات کودکان و نوارسان اتفاق نویسندگان تاجیکستان. حکایه ما نام دارد سنگ تفسان و باید گفت که این حکایه را با زبان تاجیکی خودی عزیز ترجمه کردن و قبل از آن که ما به واسطه به محتوای حکایه گذاریم من میخواستم که شاید یک معلومات خردکک دایر به خود ارکادی گایدار دهیم. همین خیلی نیست؟ از بچه‌ها یکم کس خوشمند است. ارکادی گایدار نویسنده مشهور روس سال 1904 در روسیه به دنیا آمده است و او سال 1941 در جنگ بزرگ وطنی در جمهوری اوکراین یعنی فوتیده است. ارکادی گایدار بسیار نویسنده بچگانه می باشد و بسیار هم حکایات او با زبان تاجیکی ترجمه شدند. یکی از حکایات مشهور او این سنگ تفسان، تیمور و کمانده او و چوک ایگیک می باشد. چوک و گیک در بین مردم بسیار هم مشهور هستند. بغیر از این باز قصه مکتب دو درویشه واقعا درست است و اصلا که ارکادی گایدار خیلی جوان بر محل از عالم گذشت. هنوز 40 ساله نبود اگر خطا نکنم. 37 سال داشت و واقعا هم خیلی ادیب سرمحصول بود زیرا هم آثار نثری زیاده دارد، هم روزنامه‌نگار بود و هم در چندین فیلم ها سیناری نویس بود. یعنی از روی سیناری های ارکادی گایدار چندین فیلم ها رو با نوار اومدن که آنها تا حاضرم تماشابین خیلی زیاد دارن و اگر این خیلی بگیم یکی از نفرانی بود که با همین سیاست حکومت شوروی بسیار صادق بود. همین خیلی نیست؟ زیرا که یکی از فعالانی همین جامعه بود در همون وقت. یا اگر علاوه دیگه داره شما؟ اصلا همین است. وطن خود را دوست می داشت، بسیار سالهای 20 سخت حمایت کرد. بله. با هر جایی که حکومت شوروی میفرستاد میرفت جنگ میکرد و حتما غلبه به دست می آورد و اصلا گایدار تخلصش است. گایدار یکی در کدام یک دهی دوردست سیبیر می جنگید و از همونجا همین کلمه گایدار رو مردم استفاده می بردند. در دریا ندارم همین بعد همچون تخلص ادبی گرفت و حکایه سنگ تفسان قریب یکی از اثرهای آخرین ارکادی گایدار می باشد. سال 1941 قبل از به جنگ رفتن نوشته بود. طبق عنعنه نمایش ما شاید محتوای مختصری حکایه رو اول به بینندگان پیشنهاد میکنیم زیرا اگر نفرانی که نخوانده باشند یک معلومات وابسته به سوژه یعنی حکایه پیدا کنند و سپس به خلاصه براری و بعضی حکمت هایی که وابسته به همین در همین از این حکایه گرفته می شود به همین گذاریم. مرحمت همین مدینه می تواند که چی آغاز کند؟ پیرمرد در دهه تنها میزیست. یک آدمی نیم جان بود اما سبد می بافت، نمد موزه می دوخت. باغ کالخاز را از بچه های میوه دوست پاسبانی کرده روزش را می گذراند. وی به دهه خیلی بر وقت و از جای دور آمده بود. اهل دهه پی برده بودند که وی بسیار رنج و آزار کشیده است چون که سخت می لنگید و سینش هم زیادتر پیر می نمود. از بری رو تا کنج لبانش یک زخمی چقور هم به نظر می رسید که هنگامی تبسم کردن هم بسیار رنجور و جدی می نمود. یک روز ایواشکا کودرشکین به باغ در آمده می خواهد که سیب چیده اشکم سر کند. ناگاه شلوارش به میخی سری تواره در مانده می درد و خودش به
به همین یک بوته بکتاشی که در آنجا بسیار خارها بودند می افتد و وای دادش می براید و همین طور به دست پاسبان می افتد و ناگاه همین پیرمرد آمده او را می توانست که با یگان چوب او را بزند یا اینکه برده به دست معلمشان دهد و او را شرمنده کنند. اما وی هنگامی که این پسرک را دید که گریه کرده ایستاده است و دستانش را خراشیده بود، وی دلش سوخته به پسرک را از دستش گرفته او را به خانهشان گسیل میکند و حتی او را یگان گپ هم از قفایش یگان گپ هم نگفته او را حتی نمیزند، او را گسیل کرده به خانهشان روان میکند. بله آفرین. اگر در همین جا پیرمرد ایوشکا را نمیزند، حتی یک حرفی بد هم نمیگوید. از همین جا ما میدونیم که پیرمرد بسیار رحمدل بود. هرچند که بچه ها رو پاسبانی میکرد، باز بچه ها رو دوست هم میداشت. همین رحمدلی پیرمرد حاضر در خاطر گیریم در انجام حکایه بعد در کار میشود. در خاطر گیریم که پیرمرد ایوشکا رو نزد و مکتبشون برده شرمنده نکرد. عادتا پاسبان ها بسیار آدمانی پرغضب میشوند به دست پاسبان ها، به خصوص به پاسبانی باغ. با باغبان اگر افتیم چی به آسانی خلاص نمیشویم. یک نکته رو کم ترک روشنی اندازیم که در محک اساسی هم حکایه هم رحمدلی موسفید میستند. گرچنده که از سیمای موسفید بعضی ممکن پیخست میکردند که شاید وی شخصی سنگدل باشد یا اینکه شاید بدجهل باشد، اما در این لحظه بینید که یک شخصی رحمدل بوده است، حتی یگان سخنی بده هم به اون کودک نمیگوید. این هم از رحمدل یا اینکه او خلاصه شخص نیک بودن موسفید آگاهی میدهد. موسفید بدعفت بود، هم میلنگید، هم پیر بود، پروجنگ بود، باز از کنج لب تا بناگوشش یک زخم داشت و بسیار حتی وقتی تبسم میکرد در نظر دیگران برعکس آدمی جدی مینمود و هرچند که وقتی آدم تبسم میکند باید چهرهش گل شکفت، لیکن باید تبسم میکرد چهرهش جدی تر میشد. همین خیلی یک موسفیدی ببخشید بدعفت در اصل یک انسانی خیلی رحمدل بود. صورتش با سیرتش موافق نمی اومد. خب دوام میدیم. چی شد؟ ایوشکا از شرم و حیا نمیدانست چی کار کند و او گریه کرده به جنگل می رود. در جنگل او راهگو می زند و به بطلاق می درآید و می خواهد که کمی دم گیرد. او به بالای سنگ می نشیند، اما حس می کند که مثل زنبور چیز جای شلوار دریده او را نش می زند. به سنگ می شیند و پریده از جایش می خیزد. از جایش می خیزد و او فکر می کند که زنبور در بالای سنگ زنبور بود، اما نگاه می کند در آنجا هیچ زنبور نبود. سنگ تفسان بوده است و در بالای آن سنگ او نوشتجاتی را می بیند و زود شلوارش را گرفته روی سنگ را تازه می کند و می خواهد بیند که در آنجا چی نوشته است و از این نوشته روی سنگ چی حکمت به خود گرفته می تواند. وقتی که او سنگ را تازه می کند، در بالای آن سنگ نوشته شده است که هر کس این سنگ را گرفته به کوه برد و آن را زده شکند، جوانی خود را و زندگی خود را از نو به دست می آورد. یعنی جوانی خود را باز میگرداند و زندگی را از نو سر می‌کند. بله. همین خیل سنگ واقعا سنگ عجیب. همین خیل سنگ بودنش ممکن، حضور همین خیل سنگ در همین دنیا بودنش ممکن در حیات واقعی نیست. این سنگی بافته است، یعنی حکایه علیک آهنگی افسانه میگیرد. لیکن البته همین سنگ را موسفیدان واخورند، یکی دیده مونند بسیار خرسند میشوند. فقط موسفیدان نه، اما الکی به فکرم از 20-25 بعضی ها از 20 سالگی الکی ببینه همین خیلی سنگ بسیار خرسند میشوند، از نو میخواهند که جوان شوند. خوب وقتی ایوشکو خندید، بعد ایوشکو چیکار کرد؟ سنگ رو به کوه برده از نو جوان شدن خواست. او به خود فکر میکند که من حالا 8 ساله هستم و میخواهم از صنف 1 میخواهم زودتر درس نخوانده به صنف 3 گذرم، اما این شدنش ممکن نیست. همه این را میدانند. اگر موسفید 80 ساله میبودم میلش بود، اما من حالا از زندگی هیچ چیز ندیده ام. اصلا میگوید که اگر یک سنگ میبود که در بالش نوشتند که اگر
агар ягон кас ин сангро ба кӯҳ барад, ягон хонандаи мактаб ба кӯҳ бараду зада шиканад, аз синфи 1 ба синфи 2 мегузарад ё аз синфи 2 ба синфи 5 мегузарад, он вақт мешуд ки ман бардошта ба кӯҳ барам. лекин ин хел дар санг ин хел навишта нашудааст ва ба деҳа бармегардад. ба чӣ мешавад? баъд ӯ аз назди боғ вақте ки мегузашт, ӯ пирамардро мебинад ва мегӯяд ин пирамард ба ман хубӣ кардааст. Чӣ мешавад? Ман ҳамин ба ин пирамард гӯям ки ҳамин сангро ба болои кӯҳ бироварда шиканад ва аз нав ҷавон шавад. дуруст аст. хуб, баъд пирамард чӣ маслиҳат медиҳад? ба назди пирамард омада буду шуди воқеаро нақл мекунад. Пирамард ба ӯ ташаккур мегӯяд, аммо бадтар мегӯяд ки ман ба ботулоқ рафта он сангро гирифта наметавонам, чунки агар ман ба он ҷо равам, дигар одамон омада ба боғ медароянд ва ҳосилро мегиранд ва агар ман боз аз сар ҷавон шавам, боз ба ҳамин ҷо омада боз ман гап мешунавам ва аз ҳамин сабаб ман рафта наметавонам. Ту худат рафта сангро гирифта ба болои кӯҳ бурда мон ва баъдтар ман меояму он сангро зада мешиканам ва ман ҷавон мешаваму боз ба ин ҷо бармегардам, гуфт пирамард. акнун Мадина эътибор деҳ. ҳамин мусафед 80 сола аст. метавонад ки як ҷавони 15 сола ё як бачаи 10 сола шавад, як навраси 15 сола ё бачаи 10 сола шавад. бибин, мегӯяд ки ман боғро бепосбон, ман боғро партофта рафта ба кӯҳ ҷавон шудан намехоҳам. яъне бибинед, дар ҳамин ҷо Аркадий Гайдар гуфтааст ки Мусафед инқадар вазифаи худаш, кори худашро дӯст медошт ва хуб адо мекард ки мегӯяд ки Мусафед, ман вақт надорам ки рафта аз нав ҷавон шавам. агар ман рафтам, бачаҳо ба боғ даромада дуздӣ мекунанд, ба мардум мегӯянд ки боғро бесоҳиб партов ва ман шарманда мешавам. дидед, Аркадий Гайдар дар ин ҷо ин хел нагуфтааст. лекин маънои ҳикоя ҳамин хел аст. ва бибинед, гуфт ки агар ту ба ман некӣ кардан хоҳӣ, худат ҳамон сангро гирифта ба кӯҳ бар, ба тори кӯҳ бар, баъд ман ба ҷое мегӯям каси дигарро мемонаму меравам ва сангро зада мешиканам, ҷавон мешавам, баъд бармегардам. диде чӣ хел Мусафеди аҷиб аст. ивашко розӣ мешавад. баъд рӯзи дигар ивашко Кудрашкин сангро гирифта ба болои кӯҳ мебарояд. баъд бефара шуда худашро ба болои алафо мепартояд. баъд пирамард меояду ивашко Кудрашкин мегӯяд, бобо, чаро ту ягон болқа табар наёвардӣ? сангро чӣ хелӣ мешиканем? ба лағат ё ки ба даст? баъд пирамард мегӯяд, не ба лағат, не ба даст, ман намехоҳам аз сар ҷавон шавам. дар ҳамин ҷо то оне ки пирамард мебиёяд, вақте ки сангро бурд, дар бораи пирамард фикр мекунад ки ана пирамард мебиёяду сангро мешиканад, ҷавон мешавад. баъд дар ҳамин вақт вай 3 лаҳзаи хушбахтии худро ба ёд мебиёрад. кадом лаҳзаҳо буданд? ивашко Кудрашкин мегӯяд ки ман як рӯз ба дарс дер кардам, як ронанда маро ба мактаб ба мошини напанав расондааст. яъне як ронандаи ношинос. воқеан агар мо ба мактаб дер монем, фақат ба мактаб не, дар ягон ҷо бошем, мошин кам аст, банохост як мошин мегузарад, ронанда моро савор карда ба мактаб мебарад, ин аз хотири мо фаромӯш намешавад. мисли он ки агар сахт ташна бошем дар биёбон, як кас як пиёла об диҳад, як умр дар хотир монад. хушбахтии дуюмаш он аст ки вай бе ягон 6 моҳии капакалонро меқабаду вай хеле хурсанд мешавад. хуб, хушбахтии сеюмаш? ва сеюмаш он аст ки амакаш ӯро гирифта ба шаҳр мебарад ва ҳамроҳи иди 1 майро ҷашн мегиранд. дуруст аст. шояд ки ҳамин 3 хушбахтии ивашко барои шумо бачаҳои шаҳрӣ хушбахтӣ ҳисоб нашавад, лекин барои дар ҳамон замон, ҳатто баъдтар баъди 30-40 сол барои мо ки бачаҳои деҳот будем, хеле хушбахтии бузург ҳисоб мешуд. мо ба мошин савор мешудем, худро хушбахт ҳис мекардем. ба мошини сабукрав не, ба мошине ки масалан санг мекашонад, боркаш. ман дар хотир дорам ки як рафиқи ман дар овони бачагӣ як сангчаро гирифта ба мошине ки мегузашт ҳаво дод ва сангча ба мошин, ба даруни мошин афтид, мошини боркаш, ва гуфт ки ҳузур мекунад ҳамин санг.
و همین سه خوشبختی چون به نظر پسرک یک خوشبختی عظیم نمود که حتی خلاصه برآورد که بگذار همین موسفید نیست یک بار خوشبخت شود. یک بار خوشبخت شود. اقلا هم مثل یکی از خوشبختی های همین یک بار خوشبخت شود و از همین سبب سنگ را با صد عذاب برداشته در یک جا زبانش از حلقش بیرون برآمد، از دهانش بیرون برآمد، عذاب کشیده به سر کوه برآورد و همت نشسته بود که یکی موسفید آمد. بعد در خاطر گرفت اگر در همین جا 100 موسفید نشسته باشد یا 100 کمپیر 200 نفر 50 کمپیر 50 موسفید، از آنها ما پرسیم که شما میخواهید که همین سنگ رو شما رو به همین سنگ بریم، یک سنگ رو شطه زنید و بعد جوان شوید. باور کنید همین 100 نفر همه راضی میشوند. اگر واقعا اگر همین خیر شود برای اینکه چی از نو بچه شدن جوان شدن با از نو زندگی گرفتن چی به همه میفورد، از جمله به من هم میفورد. لیکن ارکادی گایدار حکایه رو دیگر خیلی دوام میدهد. خوب و بیدید که بچه میشود. خوب موسفید میگوید که من جوان شدن نمیخواهم، من سمیه همین خیلی گفت. خوب سیدو بچه میشود. موسفید میگوید که اگرچه من در نظر بدبخت بودم، من بسیار هم یک نفر خوشبخت هستم، چون که مثلا این زخمی که تو در روی من میبینی این رو من وقتی که با لشکران شاه برای آزادی میجنگیدیم من در آنجا گرفتم. درست است. ببینید با انسان یگان وقت از روی چهرهش از روی لباسش بها دادن در کار نیست. ما شاید میبینیم که یک آدم هم تو سرخم نشسته است میگوییم که بدبخت است، در اصل وای خوشبخت است. خوشبخت بودنش ممکن باز و میگوید که این پای لنگی من رو میبینید، این یک غولچوبه به پای من افتاده بود که من لنگ گشتم و دندانهای شکستم. از آن جاست که وقتی ما با بر ضد شاه می جنگیدیم ما رو به زندان پرتافتن و ما رو افتاده نشدیم، برعکس سرود خواندیم، از این سبب دندانهای ما رو شکستن. برای اون که برای سرود آزادی رو خواندیم برای همین زده دندانهای ما رو شکستن. و باز یک نقطه رو قید میکند که وقتی میگن من بیماری دامنه شدم و در روی کاه ما خواب بودم و تنها خبر می اومد که لشکران شاه با ضد ما جنگیده ایستادن در میدان جنگ در میدان جنگ و یک روز خبر خوشی اومد که ما با ضد شاه غالب آمدیم و ما اینجا خوشبختی خود را بسیار هم احساس میکردیم. و باز میگه یک خوشبختی به حد من این است که وقتی من ولادیمیر ایلیچ لنین را 40 قدم دورتر دیده بودم بسیار هم شاد شدم. چون که ما میدونیم ولادیمیر ایلیچ لنین این داهی اتحاد شوروی بود، یعنی اساسگذار حکومت شوروی بود. مردم بسیار هم او را دوست می داشتند و این خوشبختی برای پیرمرد به اندازه بود چون که وی همون داهی اتحاد شوروی را دیده بود. لنین را دیدم، ما در مکتب‌های زمان شوروی خواندیم و لنین را سخت دوست می‌داشتیم و درباره لنین شعر زیاد می‌دونستیم، کتاب‌های زیاد می‌خوندیم. یعنی موسفید با ایواشکو سرگذشت خود را نقل می‌کنه، میگه که من این خیلی کارها کردم. پسرک چی خلاصه می‌برد؟ از گفته‌های موسفید پسرک ایواشکو به خود خلاصه می‌برد که چرا من این سنگ را بیهوده تا اینجا برآورده‌ام. و موسفید میگوید که نه، آن را در جایش مان و کسی که از اینجا می آید و می رود این سنگ را شاید زده شکند و خواهد که جوانی خود را به دست آورد. اما چند سال می گذرد، از نزد سنگ چند آدمان رفته می آیند اما هیچ کس به آن سنگ می خواند اما نمی خواهد که جوانی خود را دوباره به دست آورند. یگان کس همین سنگ را زده نشکسته. در یک جا موسفید خودش میگوید که به گمان تو من پیرکی لنگ و بدعفت می نمایم. در اصل من بدبخت نیستم، من خوشبخت‌ترین آدمی دنیا هستم. اکنون یک سوال اساسی، برای چی پیرمرد دوباره جوان شدن نخواست؟ شاید او زندگی خود را دوست می داشت. همین جوان شدن به همه میفورد. من شما میخواید که به پیری رسید، خدا کند که رسید. ما
پیرا میخوایم که جوان شویم. این ناممکن است. برای شما ممکن است، برای ما ناممکن. لیکن تا حد امکان هم با هزار راه و واسطه، بعضی ها با دارو، بعضی ها با ورزش، بعضی ها با یگان کار دیگر میخواهند که جوانی خودشون رو اندک نگاه دارند. حتی با عطر پا یا نمیدونم جراحی، حتی با جراحی های پلاستیکی میکنند که جوانی خودشون رو نگاه دارند. لیکن با گمان است بعضا نگاه میداریم گفته برعکس پیرتر و بعد افتر میشوند. لیکن یک جواب دویم چی؟ موی سفید وقتی بغیر از همین داغ‌های زندگیش با او بسیار هم یک شادی ها رو دیده بود و او شاید از همین سبب باشد که نمیخواست که زندگی خود را از سر خوب اینم یک جوان. لیکن آدم چقدر خوشبخت زندگی کنه باز میخواهد که زیادتر زندگی کند. عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است. شاید از آن سبب باشد اما لحظه های خورسندی خوشبختی موی سفید را که وزیر سیدا نامبر کرد، شاید اگر جوان میشد ممکن که این لحظه ها دیگر برای او بر نمیگشتند و آنها رو دیگر شاید دیگر لحظه های خوشبختی میشدند، عیناً همون روزهایی که وی گذرانده است آنها رو دیگر برگردانده نمیتوانست. یک درجه نزدیک آمدن حتی خوب جواب دادید. یعنی میتواند که آدم دوباره جوان شود با ابلهانه زندگی کند. میتواند آدم جوان شود و به محبس افتاد. یعنی هر لحظه زندگی خودش رو قدر میکند. بله. و نهایت یعنی پیرمرد خیلی زیسته است. از نگاه خودش بهتر خوشبخت‌ترین شخص خود را احساس میکرد. و درست زندگی کرده است. زندگی کردن این معنای تنها نفس کشیدن را ندارد. یعنی زندگی کردن باید زندگی کردن توانستن در کار. سفید خود را یک خوشبخت حس میکرد و او میگفت که من همین حیات خود را زندگی کردن توانستم و اگر چنده که او اینقدر بسیار هم عذاب‌ها دیده بود اما او خود را خوشبخت می‌سابید و همیشه می‌خواست که به پیش حرکت کند و زندگی خود را باز هم ادامه دهد. خوب درست. اصلا یک سوال دیگر، برای چی پیرمردان کمپیرکان میخواهند که دوباره جوان شوند و زندگی کنند؟ اگرچه همشان نمیخواهند لیکن اکثریتشان میخواهند، حتی به زبان اقرار نشوند هم به دل اقرار میشن. چرا آدم دوباره جوان شدن میخواهد؟ بعضی آدمان میخواهند که دوباره جوان شوند چون که آنها میتوانند که کسبشان را عوض کنند، همون کسبی دوست داشته خود را بگیرند، یا اینکه میتوانند که آنها از سر با زندگیشان را دوام دهند. یا خطاگی‌هایی که اساساً تکرار نکنند. انسان بسیار خطای گناه صادر میکند، همون خطای گناه ها را اصلاح کند، تکرار نکند، اصلاح کند. اساساً برای همین من در یک جا خواندم که یک عالم بسیار بزرگ برنده جایزه نوبل می شود، نامش فراموش شد و با روزنامه‌نگار به او سوال می‌دهد که شما خوشبخت هستید، جایزه نوبل گرفتید، عالی‌ترین، بهترین و سرمبلغ‌ترین جایزه جهان نوبل، $1,000,000 است. و میگوید که نه من خوشبخت نیستم. حیران میشود روزنامه‌نگار، برای چی خوشبخت نیستید؟ شما را حاضر تمام جهان همین 6 7 8 میلیارد آدم اکنون میشناسند. میگوید که من رقاص شدم میخواستم و اگر رقاص میشد دیگر شاید که شاید اون وقت شاید یک کشور میشناخت. لیکن همین آدم برنده جایزه نوبل شد و گفت که من خطا کردم. یعنی کسب دوست داشتی خودش را انتخاب نکرده بود. مثلا پدر و مادر یا اگر خویش تبار یا زندگی با شما یک کسبی دیگر رو مجبور میکرد. تو میخواستی مهندس شوی، تو میخواستی چه آموزگار شوی، تو میخواستی دکتر شوی، لیکن پدر و مادر یا اگر برادران میخواهند که کسبتون رو دیگر کنه و تمام عمر نادرست زندگی میکنه. از این سبب برای اصلاح کردن باز از نو زندگی رو از سر گرفتن در کار، لیکن این کار نمیشود. باید طور زندگی کرد که بعد پشیمان نشوی. البته زندگی بی خطا نمیشود، لیکن خطا چقدر شدنش در کار؟ وقتی که ما خطا میکنیم باید این را دیگر تکرار نکنیم. و خیلی خطا کم شدنش در کار. خطا به حد کم بودنش در کار که آدم در پیری پشیمان نشود. عمر بیهوده گذشت نگوید. خوب همین موسفید
از زندگی خودش قناعتمند راضی بود و بسیار بینید موسیفید راست قبلم هست. یعنی بینید در یک جا قول شد که گفت که من موسیفیدی بدافتم قول شد و همون لحظه هایی که اثر گذران، یعنی معلوم است که این لحظه و این لحظه رو صمیمانه یادرس شد. هرچند عذاب بود در زندگیش همین لحظه، ولی همین لحظه رو موسیفید صمیمانه یادرس شد و صمیمانه گفت که من خوشبختم. گفت با وجود همین قدر عذاب، همین قدر مشقت، بیماری، این قدر مثلا پایش شکسته بود، یعنی در پیری موسیفید بود که بازور راه میگشت که این خیلی عذاب است برای موسیفید اون همین حالت. حاضر اگر در یگان داروخانه یک اعلام پخش شود در تلویزیون که در داروخانه در یکی از داروخانه‌های کوچه نعمت قره‌باف شهر دوشنبه یک هاب یک سوزندارو چی فروخته می شود که اگر از همان 3 تا استعمال کنید 10 سال، 6 تا استعمال کنید 20 سال، 9 تا استعمال کنید 30 سال جوان می شوید. البته ما باور داریم که نوبت خیلی زیاد می شود، لیکن ارکادی گایدر در همین نوبت ایستادن را بسیار ابلهی و احمقی حساب میکند و همین را در آخر حکایه بسیار زیبا جنبش کرده است و همین سنگ برای خودی همین ارکادی گایدر اگرچه افسانه هست برای جوان شدن، برای یک کاری دوپله، حتی برای یک کاری ابلهانه احمقانه در کار می شود. چی می شود؟ از نزد این سنگ آدمان زیاد میگذرند میروند، لیکن یک روز ارکادی گایدر میگوید که من هم از نزد همین سنگ گذشتم و بعد حکایه رو جنبش میکند، میگوید که من همین کار را کردم، یعنی قریب بود که جوان شوم و خودم را داشتم. گفتم که چی گفت؟ میگوید اون وقت ارکادی گایدر برای که گوگردش صرف نشود همون تماکی خود را در سنگ تفسان در میدهد و میگوید که سنگ تفسان تنها برای همین لازم است. لیکن با یک جمله میگوید اینجا. یک جمله میگوید. چی میگوید؟ کی میگوید؟ ارکادی گایدر حکایه را با چنین جمله به انجام میرساند: نه، من اندیشه کردم که من در عمرم بسیار خوشبختی دیدم. یعنی ببینید واقعا اگر ما با تلاش مثلا با ورزش مشغول شده، مثلا خوراک درست خورده، بسیار پرهیز کرده، عادتهای بد را ترک کرده زندگی کنیم، یک درجه جوان میمونیم. مثلا آدمی 60 ساله میتواند که حتی 40 ساله به نظر نماید، به نظر زن. لیکن اگر یک همین خیلی سنگ باشد یگان نفر رفته واقعا جوانیش رو برگرداند، اگر هم نگویند بعضی میگویند که ابله رو ببینید زندگی کردن نتوانست، اکنون میخواهد که از نو زندگی کند و باز خطاهای خود را اصلاح کند، لیکن گمان است که از عهده این کار برد، یک بار که شد با دوباره هم ختم شد. برای همین خیلی زیستن در کار. ما باید طرز سالم زندگی را برامانیم و طور زندگی کنیم که در پیریمون از زندگی کردهمون پشیمان نشویم. درست است. و یکی از واسطه های بسیار درست زندگی کردن چی است؟ یکی از راه‌هایی که ما از زندگی کردهمون پشیمان نمیشویم این آن است که ما باید بیشتر کتاب مطالعه نماییم. واقعا بعضا آدم میتواند که یک کتاب را خوانده پشیمان هم شود اگر این کتاب خوب نباشد. یا این کتاب باشد که بر ضرری همون آدم، یا مثلا این کتاب او را به راهی بد برد. برای همین برای اون که حتی یک زمان نرسد که ما از کتاب خوانده و ما پشیمان شویم، باید که از آدمی که کتاب خوانده است پرسیم که ما چه کتاب خواندن ما در کار، یا اینکه از کتاب خوانده از هر آدمی کتاب خوان، یا اینکه وقتی خود کتاب خوانی خوب میشویم بعد در انتخاب کتاب هم خطا نمیکنیم. من یک سوال دارم به بچه‌ها، معلوم که خوندید، البته خلاصه هم برآوردید. اگر با یک عباره و با یک جمله همین محتوای حکایه رو جنبش کنیم یا از همین حکایه حکمت گیریم، همون کدام جمله است به اندیشه شما؟ مرحبا. خوب سیدا. هر یک واقعه که در حیات ما با وجود می آید، خواه نیک باشد خواه بد، قیمت خود را دارد. خوب کمال.
чунон که سیدا گفتند زندگی پسی و بلندی دارد خوشحالی دارد و برای همین ما باید زندگی خود را دوست داریم. خب باز چی اندیشه هست؟ ما طرز باید زندگانی کنیم که عاقبت پشیمان نشیم و چی طوره که میگویند پشیمانی ندارد عاقبت سود. درسته. شکرالله یگان چی گفتم بخواهی؟ زندگی کردن به خطا نمی شود. باید این خطا را اصلاح کرده دویم باره با این خطاگی ها راه نداده این خطاگی های خود را فهمیده کسی اگر همین خطا را اگر باز تکرار کند با او باید فهمانیم و همین کاری او درست نیست با او گوییم و او هم نیز اصلاح شده می تواند. درست است. خطا یک مراتب خطا است. وقتی خطا بار دوم سوم تکرار می شود چی میگویند؟ خطا بار دوم و سوم تکرار شد را گناه میگویند. همین گناه چیست؟ گناه خطایی که تکرار می شود. تکرار نشد. اگر که زیاد تکرار شد به جنایت تبدیل به جبر و جنایت تبدیل می‌یابد. خوب من گمان میکنم که بچه‌ها حکایه را خواندند فهمیدند گفته توانستند از این حکایه یگان حکمت همین حکایه را دریافته هضم کردند. بله. خلاصه همین است که خوشبختی هر انسان در دست خودش است. در دست خودش است. یعنی انسان چگونه زندگی میکند یا چگونه خوشبختی رو میبیند از خود انسان وابسته است و البته درست گفتن که هر یک عملی نیک و هر یک کاری نیک انسان رو خوشبخت میگرداند و من فکر میکنم که این صحبت ما با بینندگان خوش آمد. یعنی نفرانی که در آزمون جمهوری فروغ دانش کتاب اشتراک میکنند پس به شبهه یکی از اثرهای خوب شده میتواند که آنها این دریافت کنند حکایه رو حجم زیاد هم ندارد خوانند و خوب در قطار یکی از اثرهای بهترینه که برای نورسان جوانان است. همین حکایه بیشک بوده میتواند. همین حکایه را اگر بچه‌ها خوانده باشند بله در آزمون فروغ صبحی دانای کتاب است اگر اشتراک کنند و یکی از کتاب‌های خواندی خود گفته پیشنهاد کنه یکی از اثرهای خود و یکی از ادیبان جهانی ارکادی گادر و زبان دراز میشوند. و اینجا ما با خوانندگان مؤسسه تعلیم رقم 60 شهر دوشنبه که در روزهای تعطیل هم ببینید که کتاب میخوانند و در محفل ما فعال هستند اظهار سپاس میکنیم و باور داریم که در نمایش‌های دیگر نیز تا وقتی سال خوانی سر شدن با ما همراه خواهند بود. شماره نوبتی نمایش از سلسله بهتر از دوست اینجا به انجام میرسد و باور داریم که شما نیز تعطیل خود را با ثمر میگذارید و همین گونه به کتابخانه شغل می‌ورزید. تا بازدید.